سرخطی چندی از خبرگزاری‌های برنامه کسی جریمه نشده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید بر ضد لباس‌های بیگانه تنها از کارهای ترغیباتی استفاده می شود. طالبان در شمال افغانستان 10 نفر را کشتند. مقامات محلی میگویند میان قربانیان زنان و کودکان نیز هستند. مردم از گشنگی نمیمورند. از جمهوری نمی تقاضا است که حداقل امنیت با برقرار بسازه. و نیروی برق میخواهی پیش برداخت نما. تاجیکستان میخواهد با راه اندازی شیوه نوی بیلینگی از تلف یافتن نیروی برق جلوگیری کند. ماه‌هایی میشود که معاش ما دیر میشود و این هم میتواند ما چند روز به پای برق مانیم. این وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید کسی را برای پوشیدن لباس اسلامی به مثل ستر و حجاب جریمه نکردند و سر و صدا در این باره درست نیست. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت روز 7 آگوست به رادیو آزادی گفت گزارش‌ها درباره آنکه زنان برای حجاب پوشی جریمه میشوند واقعیت ندارد و به قول او اغوا است. از اون رسما بگیم جریمه وجود نداره، فقط تغییر لباس فرهنگ ملی تمام دیگه چیزی نیست. یه تفصیلات بیشتر با کمیته زنان میگن در الان یک سمت جریمه وجود نداره. دارن گپای گفته مردم از اجماع انگیزی میکنن. از این پیشتر در شبکه‌های اجتماعی کاربران نوشتند که مقامات در خیابان‌ها به زنان سطرپوش هشدار دادند که اگر با این لباس بگردند جریمه می‌شوند. ماه پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از مقامات خواست پیش راهی رواج یافتن لباس‌های بیگانه مذهبی را بگیرند. بعد این مقامات گفتند که به ترغیب و تشویق لباس‌های ملی شروع کردند که حجاب به آن شامل نمی‌شود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دادگاه نظامی سوخت میگویند ماه اپریل امسال یک افسر را برای لطوکوب و تو به خودکشی رساندن سرباز به 9 سال زندان محکوم کردند. عبدالرحیم بیگزاده دادستانی نظامی ولایت در این باره آخر هفته گذشته ضمن یک نشست خبری صحبت کرد. یک سرژانت خوب با خدمت خودم که دادگاه غیری و نمایی را روا می‌بیند در آینده و عاقبت وزین را آورده میرسونه خوش می‌آویزد. یک حالت در شهر پنجگی قسم غربی زیتوبی وزارت مدافعین می‌کند. با گفته دادرس افسر زندانی بابور بازارов همین سال یوسفجان شریف خان سربازی نوآمده را لطوکوب کرد و آزار داده است. سربازی جوان به بدرفتاری تاب نآورده خود را آویخته است. حامیان حقوق میگویند بدرفتاری و عذاب و شکنجه در صف نیروهای مسلح تاجیکستان زیاد است و حکومت برای ریشه‌کن کردن آن باید بیشتر کوشش کند. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان برای کم کردن تلفات نیروی برق تصمیم دارند شیوه نوی پرداخت پولی استفاده آن را راه‌اندازی کنند. طبق نظام نو که بیلینگی و یا پیش پرداخت نام دارد، ساکنان هر قدر پول دهند همان قدر نیروی برق خواهند گرفت. برای این در حسابکنک‌های برقی چیپ مخصوص نصب و حجم برقی استفاده شده حساب کرده می‌شود. میرزا مراد کارمند شبکه‌های برقی در شهر سربند پرداخت‌های 3351 مشتری را نظارت می‌برد. یک اپرات میشنم اینجا اصلا که در واقع یک آدم میتونه همین 3360 مشتری را ای وقت تامین کنه. 5 سال پیش در سربند لایحه تجربوی پرداخت‌های الکترونی برق عملی شد که به قول مسئولین در اول مشکل‌های خود را داشت، بعداً مردم آهسته آهسته به آن عادت کردند. در حالتی که اون مختن پر را فایده و منفعت شکی دیدن، حاضر همه یعنی اون مخته شدگی سری وقت به یکان قرض اومده میسپرن. در نظام جدید در حسابکنک‌های مشتری چیپ‌ها وصل شدند که به صورت آنلاین حجم استفاده برق را به مرکز یگانه انتقال می‌دهد. با تمام شدن پول صورت حساب برق نیز قطع می‌گردد. سال‌های پیشینه که به هر یک خانه مشتری رفته و با زوره و مثال با زوری و با جنگ و جنجال حق استفاده برق رو می‌گرفتیم. این سال‌ها خیلی نیست. این حسابکنک‌های کارتی خود به خود هر یک مشتری کم مصرف استفاده برده، حالتی که همون کیلوواتش تمام شد اومده خودش سری وقت میگذرونن
پرداخت پول برق سالهاست که مشکل شرکت برق تاجیک باقی میماند. حالا قرض اهالی در نزد این شرکت 776 میلیون سامانی است. هدف نظام نو کاهش قرض هاست و تنظیم پرداخت پول نیروی برق است. ممکن از دهات قرض هست و از حدود شهر که حساب کنک‌های کارتی نصب شده این قرض عموما موجود ندارد. ساکنان بر رادیو آزادی گفتند که در آغاز به نظام نو با شبهه می‌نگریستند. ماه‌های میشد که معاش ما دیر می شود و این هم میتوانند ما چند روز به پای برق مانیم. این جهت مثلا منفیش هم هست در همین است که چند روز به پای برق موندن در این شب و روز فکر میکنم خوبی ندارد. زندگی ستاره ماه دولت و اویلش به بودن برق سخت وابسته است. پخت و پز و گرم و سردی منزلش در فصلهای گرما و سرما از برق است. همین به سوید مثال نمیمونیم، قرضدار نمیشویم. از به خواهش خدمات همین 10 کیلووات میمونه، 5 کیلووات میمونه، با میریم با میگذرونیم. گزارش کامل را از سربند در وبسایت azodi.org و یا شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. رو می‌آوریم به موضوع جهانی. در یک حمله روز گذشته در ولایت سریپول افغانستان دست کم 50 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. مقام‌های محلی گفتند که این حمله از سوی گروه طالبان و یک فرماندهی بیعت کرده با گروهی به نام دولت اسلامی صورت گرفته است. با افزایش حمله‌های انتحاری در افغانستان تدبیرهای امنیتی پرزور کرده شدند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. با دنبال سلسله حمله‌های خونین جنگجویان در افغانستان، مقامات تدبیرهای امنیتی را در شهر کابل پایتخت تقویت دادند. ماموران امنیتی افرادی را که به مرکز شهر می‌آیند تفتیش می‌کنند تا اسلحه یا مواد ترکنده نداشته باشند. در شهر حضور زیادی ماموران پلیس به نظر می‌رسد و مقامات امنیتی به خصوص آن منطقه‌هایی را زیر نظارت شدید قرار دادند که نمایندگی‌های دیپلماتی خارجی جایگیر شدند. اولویت دادیم شهادت دیپلماتیک که در مرحله اول باید شهادت دیپلماتیک یک امنیت بهتر و خوبتر و مطمئن‌تر برای گرفته شود و به این ترتیب این انکشاف پیدا کنه در شهر کابل و بالاخره دروازه و بالاخره طاولسوالی را. بعد 2 ماه بمبگذاری خونین در شهر کابل که 150 نفر را کشت، حالا در کوچه‌های اساسی کابل اسکنرهای امنیتی و کامراهای نظارتی پیدا شدند. مردم در افغانستان میگویند حکومت باید برای تامین امنیت تدبیرهای زیادتر بیاندیشد. بسیار نگران هستند. مردم افغانستان در عموم در کل نگران هستند. با خاطر یک امنیت مردم از گشنگی نمیمورند. از جمهوری نمی تقاضا است که حداقل امنیت با قرار بسازد. مقامات افغانستان روز 7 اوگوست گفتند در نتیجه حمله گروه از اعضای طالبان که به دولت اسلامی پیوستند 50 نفر در ولایت سریپول کشته شدند. خبرنگاران میگویند در میان قربانیان جسدهای کودکان و پیرانسالان هم دیده می شود، اما طالبان گفتند که در حمله فقط نیروهای امنیتی کشته شدند. نگاه میاندازیم به اسرائیل. مقامات اسرائیل میخواهند نشر برنامه‌های تلویزیونی الجزیره در کشور را قطع کنند و نمایندگی آن را در بیت المقدس ببندند. در این زمینه حکومت کشور قانونی را به بررسی گرفته است. چنانچه روی این موضوع در گزارش مومن احمدی. مقامات اسرائیل میگویند نشر برنامه‌های تلویزیونی الجزیره باید در این کشور قطع شود. آنها میخواهند اجازه‌نامه‌های خبرنگاران تلویزیون را پس بگیرند و نمایندگیش را ببندند. با گفته مقامات اسرائیل، الجزیره برنامه‌های یک طرفه دارد و حامی تروریسم است.
ما باید امنیت اسرائیل را تامین کنیم، نظارت کنیم که خبرنگاران حادثه ها را بی‌طرفانه انعکاس کنند. تلویزیون های بین المللی دیگر هستند که ما با آنها اراده نداریم، بگذار کارشان را ادامه دهند. اما شبکه‌های هستند که بسیاری از کشورهای عربی آنها را طرفدار تروریستان می‌شمارند. برای همین ما مجبوریم چاره بیندیشیم و با ضد اسلام تندرو مبارزه بریم. حالا با گفته وزیر حکومت قانونی را بررسی میکند که اجازه میدهد الجزیره در اسرائیل بسته شود. در خود همین نشست خبری کارمندان الجزیره راه نیافتند. نمایندگان الجزیره اتهامات اسرائیل را به اساس نامیده گفتند که برای ادامه فعالیت تمام کوشش را به خرج میدهند. بار اول درباره منع فعالیت الجزیره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه ایول صحبت کرد. با اندیشه وی الجزیره مناقشه بر سر مسجد الحرام را که برای یهودیان هم مکان مقدس به شمار می رود یک طرفه انعکاس کرده است. در اینجا بعد آنکه اسرائیل اسکنرهای امنیتی گذاشت، مسلمانان اعتراض کردند و با مأموران پلیس وارد درگیری شدند. بعد این مناقشه و کشمکش مقامات اسرائیل اسکنرهای امنیتی را برداشتند و کامراهای نظارتی گذاشتند. و یک موضوع ورزشی هم داریم. ورزشکار توجیک اوید با جودو خوشبخت قرمود محمدوف که بیش از 7 ماه جانب در امریکا به سر میبرد، عزم دارد در بازی‌های المپیک 2020 شرکت کند. اما برای رسیدن به این آرزو که طولانی و سرخرج است، این ورزشکار با کشودن صورت حساب از دوستداران ورزش کمک می‌خواهد. برای آشنایی با وضع تمرین و زندگی و پیشرفت‌های این ورزشکار توجیک در امریکا با او صحبت کردیم. برای آمادگی به بازی‌های المپیک چقدر مبلغ لازم است و آیا خودت باور داری که این مقدار مبلغ رو می‌توانی پیدا کنی؟ انشالله من آرزو دارم که در بازی‌های المپیک تابستانه 2020 توکیو که برگزار می‌گردد در اونجا اشتراک کنم و من باید با مسابقه‌های بیشتر اشتراک کنم که حال‌های به دست آورم که در بازی‌های المپیک 2020 توکیو باید اشتراک کنم. من اولی در دست جمعی یعنی در امریکا مشق خود رو تمرین دارم در اینجا، یعنی از حساب یعنی ما در باید کم کم کمک کردن در کار که من مسابقه اشتراک کنم که همین خلو رو به دست آورم که در بازی المپیک اشتراک کنم. یعنی پول زیاد لازم است چقدر و تو امروز یگان نفر کمک کرد براتون یا نه؟ رحمت کلان که همه آدمانی که تو امروز ما دستگیری کرده استند و سوم برای مسابقه اشتراک کردن، برای ازبورو که در اوجا مشق کردن در کار که یعنی همه مشق هر روزه سحر بیگه کردن در کار که برای المپیاد اشتراک کردن، یعنی چه مردم همه مهنت کرده است، عرق جبین خود رو میریزن که در مسابقه اشتراک کنن که به بازی المپیک اشتراک کنن. من اول تا امروز اینا خدا به شکر اینا در چمپیونات امریکا اشتراک کردم. هفته پیشین تظاهر جای یکم مشغول کردم در وزن 66 کیلو. اول انشالله امیم ای دهم تا 20 کلرادو در میریم زبور جای نام امریکا. طور ما میدونیم زندگی و تمرین در امریکا ارزان و آسان نیست. روزگارتون را چگونه پیش میبرید؟ فقط تمرین میکنید یا همزمان در یگان جا کار هم دارید؟ نه، من همینجا کار هم دارم. من ساعت های 10 سحر بعد ترینوفکا میرم کار تا ساعت های 3 کار میکنیم، ساعت های 4 بر میگردم، ساعت های 5 نیم بود ترینوفکا دارم تا 7 نیم. هر روز همه خیلی ترینوفکا دارم کار. من تا همه روز اینم خیلی مسابقه ها از سوم خود رفته ایستم که اشتراک کنم که با بازی های المپیک اشتراک کنم. مصاحبه کامل با خوشبخت قربان محمدوف رو میتوانید در سایت ما www.azadi.org و کانال مخصوص ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو پیدا کنید. این چند خبر و گزارش مهمی بود که تا همین لحظه در اختیار داشته. ما طوری هم گفتیم خبرها و ویدیوهای بیشتر از این رو در وبسایت ما www.azadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر، خدا نگهدار.